با دیار زیبا منظر تاجیکستان عروس سال بهار نازنین آمد و امروز خرد و بزرگ ساکنان شهر نورآفرین نارک با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن نوروز جهانی امروز به پیک ایدانه وارد گردیدند تا متنتن و خاطرمان جشن نوروز جهانی را جشن بگیرند. دستاوردها از نوروز تا نوروز در شهر نارک خیلی زیاد است و امروز با مقصد خاطرمان استقبال گرفتن روز نو و دستاوردهای ارزنده امروز ساکنان سعی دارند در تدبیرهای آبادکاری و سازندگی دیار سهم ارزنده بگذارند. ساکنان شهر نورآفرین نارک جشن نوروز جهانی را با دایر و برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی، پیشنهاد هنرهای ملی و دستاوردهای ارزنده، آراستن خوان پرناز و نعمت بهارانه در فضای صلح و ثبات جامعه در سطح بلند برگزار نمودند. ضمن شادباشی راهبریت شهر نارک ابراز داشتند که واقعا هم نوروز جشن کیهان و طبیعت بوده، فراتر از دین و فرهنگ هاست و همین خصوصیت والایش باعث گشته است که موجودیت خود را تا زمان ما از دست نداده، برعکس در زمان دولتداری ملی ما شکوه و شومت خاصه پیدا نمود و با تلاش و تدبیراندیشی های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن بین المللی عنوان گرفت. این جشن برای مردم شرفمند کشورمان بسیار مقدس می باشد، زیرا نوروز از قدیم الایام یکی از وسیله‌های اساسی بقا و هستی ملت و استقلالیت، رمز وطنداری و وطنپرستی هر یک فرد خودآگاه و با ننگ و ناموس این سرزمین می باشد. نوروز از زمان پیدایش خود تا به امروز در حیات معنوی مردم ما نقش بزرگ بازیده، در تاریخ موجودیت خود رمز خودشناسی و خودآگاهی و اتحاد و همبستگی ساکنان می باشد. جهانی شدن جشن نوروز برای رواج تبادل فرهنگ‌ها، گسترش حسن تفاهمی بین ملت‌ها و تحکیم صلح و ثبات جامعه نقش مؤثر می‌گذارد و برای معرفی باز هم بیشتری فرهنگ و تمدن مردم آریایی تبار مساعدت می‌نماید. برگزاری نوروز در سطح جهانی ما را وظیفه‌دار می‌نماید که رسم و آیین‌های نیک نوروزی زمان‌های کهن را از نو احیا نموده به آنها شکوه و شومت تازه بخشیم. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نارک فعالیت خویش را طبق دستور و سفارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان گسترش داده، تشبث‌های نجیب مردم را همه‌جانبه دستگیری و برای شهامت و تنتنه‌های نوروز 2025 مساعدت می‌نماید. تاریخ گواه است که نوروز جوهر فرهنگ مردم آریایی بوده، گذشتگانمان آن را چون نخستین روز ماه فروردین و آغاز سال نو، جشن بهار، بیداری طبیعت، برابری روز و شب و جشن عهد پیشدادی تعبیر کردند. نوروز طبق اندیشه و اعتقاد نیاگان ما رمز پیروزی نور بر ظلمات، عدالت بر جهالت، زیبایی بر زشتی، گرمی بر سردی و غلبه انسان بنیادکار و آفریننده بوده، محض با چنین صفت و فضیلت‌های عالی خود تا امروز در بین مردم ما محبوبیت دارد. طبق رسم و آیین گذشتگانمان در روزهای جشن نوروز مراسم‌های زیاد صورت می‌گرفتند که بیانگر اعتقاد و اخلاص مردم به زنده شدن طبیعت و روز و روزگار نو می‌باشد. نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد که دلیل قدیمی بودن ملت تاجیک می‌باشد. باعث افتخار و سرفرازی ماست که تاجیکستان همچون کشوری مستقل و صاحب اختیار در شاهراه اعمار دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی استوارانه قدم میزند و در عرصه جهانی نفوذ و مقام و منزلت خود را پیدا نموده، ساکنان این دیار زیبا منظر در وحدت و همبستگی برای رشد این سرزمین پیشبرد همه جبهه‌های حیات جمعیتی سهمگذاری نموده، برای شکوفایی و فردای درخشان مملکت گام‌های استوار می‌گذارند. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، خیرالله خالبومی‌زاده، نارک اخبار.